سرخط خبرها. والی طالبان با رهبری کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه ملاقات کرده است. بازداشت مرد برای بداخلاقی نسبت به یک کودک 5 ساله. سخنرانی مفتی تاجیکستان درباره بوتکس بحث برانگیز شد. سلام بینندگان عزیز، امروز جمعه 24 اکتبر سال 2025 است و برنامه نوید بامدادی را با چند خبر از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی پیشنهاد شما میکنیم. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندپایه‌ترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می‌کند. رسانه‌های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه‌های دیپلماتی شده است. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه آمده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات‌ها مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری‌های دوجانبه دانسته است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می‌شوند. رسانه‌های افغانستان نوشتند که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری‌های امنیتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه تاکنون در مورد این سفر خبری نشر نکردند. سفر والی بلخ افغانستان به تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبانی سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراطگرایی بود. تاجیکستان در ابتدا یگانه کشوری از همسایه‌های افغانستان دانسته می‌شد که با مخالفین طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان نشانه‌هایی از تغییر در سیاست‌ها در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه‌های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می‌کند و بازارهای نزد مرزی را نیز فعال نگه می‌دارد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت یک مرد کلانسال با گمانی بداخلاقی نسبت به یک کودک 5 ساله خبر داده است. به اطلاع این نهاد، ساکن 57 ساله پایتخت روز 4 اکتبر در حالت مستی به کودکی که مشغول بازی بود حرکت‌های بداخلاقانه انجام داده است. نسبت مرد که به حبس پیشکی گرفته شده است بر اساس ماده حرکت بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ پرونده جنایتی باز کردند. برای این عمل از 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده است. موقع مرد گمانبر معلوم نیست. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شوند. بنا به آماری که در گزارش وکالتدار حقوق کودک تاجیک آورده شده است، سال 2024 در کشور 88 جنایتی مربوط به آزار جنسی و دیگر حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به نابالغان ثبت شده است. در 41 حالت نسبت کودکان حرکت‌های بداخلاقانه روا دیده شده است. وکالتدار یا امبودسمن حقوق کودک همچنین به آن تاکید کرده است که در یک سال 17 نورس مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و این وضع را تشویش آور خوانده است. با توجه به آنکه در چنین حالت‌ها نه همه خانواده‌ها زود به مقامات شکایت می‌برند یا گاهی اصلا خودداری می‌کنند، آگاهان بر این نظرند که آمار جنایت‌های وابسته به آزار جنسی می‌تواند از آمار رسمی بیشتر باشد. سخنرانی مفتی تاجیکستان که خواست جوانان از تغییر شکل بینی و لب یا به قول بوتکس دست کشند در شبکه‌های اجتماعی بحث گرمی را برپا کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده چند روز پیش در سخنرانی‌اش که نوار آن را شورای علما نشر کرد، کلان کردن لب توسط سوزاندارو را محکوم کرد. مفتی از مردم دعوت کرد که به حسن خداداد قناعت نمایند. افزایش توجه برای تغییر چهره بازار کسمتولوژها را در دوشنبه گرم کرده است. در شبکه‌ها برخی از موقع مفتی درباره بوتکس جانبداری کرده و گروه دیگر گفتند بهتر بود مفتی به موضوعهای جدی و مهمتر توجه کند. در رابطه با این موضوع ما هم نظر چند ساکن پایتخت را پرسان شدیم. پاسخها را یکجا می‌بینیم. یا خیلی دخترها به حدی بد میگذرونن یا بار کدام با میرن با میکنن بعضناش بسیاری بد میگذرونن. خیلی مولا نباید با این کار بگیرن. مقصد مولا خیلی تمای دیگه برای اسلام برای همه چیزای دیگه موندگیه. باید ورا گپ بزنن به حسن دخترها چیکار دارن. خیلی وقتشون گناه میگیرن و باید کار نگیرن که مقصد دیگرها چیکار میکنن چیکار نمیکنن. گوری عدل نه گوری و عدل نه باید کار نگیره که چیکار میکنن چیکار نمیکنن. من در حیاتم خیلی
خانگی ما که راضی نیستن خیلی کارا دایو ما خدمت واپس شوق ندارم نشاطی خیلی چیزا که مقصد با تاکسی خیلی کارا با فکر من نیست همه امراد امزگره بسیارش هم خیلی شدگی هم خیلی همش با تاکس بنیاش همه جاش اپراتسیا کدگیان دیگه همش نسشون هم خیلی ده مقصد ها با نصیحت همش هم بله زیبایی خودشونی فسونی برای کردن خودشونی نکیم چیزی را که خداوند آفریده او ای خود بدن مثال آدمیزاد او دیگه ای خودش خیلی با ما را باشه نکنن خوب تره چیزی که خدا داده همون را استفاده برن مثلا خوشم بعضی اگه قوشم میکنن ها میکنن برای زیبایی میکنن مقصد برای دیگر کردن مثال رنگ روشون میکنن به خاطری که مثال آدما بسیار محل همی دیگرگونی خودشون میخواهند مقصد نقص بدن خیلی اویله در محقوله مقصد میکنن استفاده میبرن یعنی ابرو درست است خوش درست است که اگه با لب و با بینی و ایوش خیلی چی در کره یک لیچنی жизни آدم ایدایی یگان کس کار گرفته نمیتونه برای که او خودش اول مقصد خود ویبر میکنه که او را یگان جوشو عدیش کنه نکنه ایده باید یگان کس کار نگیره مقصد اول همو اگر ای 18 ساله پایان باشه او را تا واچه خودش مقصد اول اجازه داده میتونه نه دیگه باید یگان کسی در کار نگیره هر کس لیچنی жизни خودش باید ایرا اکو خودش میدونه پلیبا ما زیلیبا آدم میدونه که همین کارا در اسلام آمدگی نیستن و بالان هر کس خودش باید چکنه برای چی میکنن برای فسان بودنشون هر کس یا که حسن و جمال یا کس دیگر میبینن خوش روی میفورشون برای همین یعنی درسته کارشون شما خودتون کردگی نیستین؟ نه و بیشه در پلانای من خیلی کارا نیست نقض نمیبینم همین رفتار همین دختره لباشون کلان کرده بیزیب همین پوشاکای خودمون رو پوشیده گردن خیلی شروع میشد پلیسی مسکو جوانان سینی دعوتро даста ҷамъона боздошт карда иҷборан ба нуқтаи ҷамъшавӣ мебаранд. онҳо даъватшавандаҳоро ба воситаи дурбинҳои назоратӣ дар метрову дохили биноҳои истиқоматӣ ҷустуҷӯ мекунанд. дар ин бора якбора 3 созмони ҳомии ҳуқуқ аз ҷумла гражданский альянс россии, мактаби даъватшавандаҳо ва созмони идити лесам хабар додааст. шикори ҷавонони синни даъват ҳанӯз аз ҳафтаи пеш шурӯъ шуд. яке аз боздоштшудаҳо ба ин созмонҳо нақл кардааст ки дар як рӯз ҳамроҳи вай дар нуқтаи ҷамъоварӣ даҳҳо нафари дигарро оварданд. соли равон шикори сарбозон аз 12 октябр оғоз ёфт. бино ба гузоришҳо то 20 октябр 9 ҷавони синни даъват боздошт шуданд. ҳомиёни ҳуқуқ аз эҳтимоли сахттар шудани ин раванд хабар медиҳанд. бахши якрӯзи таърихро мебинем ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 24 октябрро фаро мегирад. аз соли 1948 ҳар санаи 24 октябр чун рӯзи созмони милали муттаҳид таҷлил мешавад ки ба муносибати таъсиси ин ниҳоди байналмилалӣ эҷод шудааст. ин созмон ки фаъолияташ ба муттаҳид кардани кишварҳои сайёра, кӯмак дар ҳалли низоъҳо, мубориза бо фақру нобаробарӣ ва дифоъ аз ҳуқуқи башар равона шудааст, аз соли 1993 дар тоҷикистони соҳибистиқлол ҳам фаъолияташро ба роҳ монд. 24 октябри соли 1956 артиши иттиҳоди шӯравӣ ба хоки Венгрия ворид шуд, ки дар авҷи эътирозҳои зидди коммунистӣ ва ихтилофҳои сиёсӣ қарор дошт. норизоияти қишри азими ҷомеа аз нуфузи Москав, маҳкум кардани мероси Сталин, талоши хориҷ шудан аз созиши Варшава 200 000 сокини Венгрияро ба кӯчаҳо баровард. Москав 6 000 сарбозу танку тӯбҳояшро вориди Будапешт кард ва дар натиҷаи задухурдҳо то 100 нафар кушта шуд. низоми коммунистии дастнишондаи Москав зӯран барқарор шуд ва танҳо 30 сол баъдаш бо суқути низоми коммунистӣ дар иттиҳоди шӯравӣ аз байн рафт.
بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلیه تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیا یا دادرس‌ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییراتی که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است، بار دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کاری دادرس‌ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیاها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قول حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس‌ها را کاملا از بین میبرد. صبح امروز در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی 916 سامانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی امروز به 113 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. آخرین برنامه نوید بامدادی را در هفته روان می‌دیدید. خبرهای دیگر را از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برایتان استراحت خوب می‌خواهیم و خیر تا ملاقات دیگر.